پیش از سر کردن ویدیو کانالی یک خواهرچه اسلامی من را که با نام جسمین یاسومن گتاوید یعنی کانال پخت و پز را من برای شما توصیه میتیم. کانال بهاد ناز. این کانال در آمده میتونید یعنی شیرینی، تارت و کلچه قند و تمام خورش ها را آموزید. خواهرچه ما به سین سالش نگاه نکره البته از تمام پخت و پز ها آگاه است. همراهی مادرش این کانال را پیش میبرد. حتما در آمده آبونه شوید یا رو دوستای دعوت کنید. شاید شفقش باز برای پخت و پز زیادتر شود. دستگیری ما پیشروی تمام زنها می باشد. پایین این ویدیو با سیلکه کانالشان میمانم. حتما آبونه شدن را فراموش نکنید دوستان. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک مود بالشکه کریم داریم یعنی با نام لاکام که همه میدونند تیار میکنیم به حد با لذت برای افطار. محصولات لازمه برای ما من 300 میلی لیتر شیر گرفتم. چرا ما سخت گرم نباشد. آرد 600 گرم، 100 گرم شکر، یک دانه سفیدی تخم زردش برای مالیدن رشد، 20 گرم دراش، من 5-6 قاشق روغن رستنی و نمک لازم است. این محصولات برای تیار کردنی یعنی خمیر بالشکه ما لازم است. ما در اول کاسه ما به شیره میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری مادر فیض و برکت و آبروتیت. میتونه جای شیربه یعنی آبم استفاده برید. من نمک، روغن رستنی یعنی بالشکه ملایمکی نظم میکند. من دراش و من سفیدی تخمه همراه کرده. همه محصولات ما یعنی خوشرو میختم کنیم که دراژش خوشرو آب شود. میتونید جای دراژبه یعنی دراژ ترده میتونید دراژ خشکم استفاده برید. من دراژشم آب کردیم خوشرو یعنی شکرم همراه کرده. یک بار دیگه خوشرو همشه من آب میکنیم. محصولات ما تیار ما کو آرد همراه کرده خمیری یعنی سخت تکک تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خمیری ما هم تیار شد. سخت تککی خوشرو ما کمتر روش به روغن کرده. ما اینا که با مدت 1 ساعت یعنی سلفان کرده نگاه می‌داریم. خوشرو یعنی ورم کنیم. ببینید خمیری ما هم ورم کرده نگاه کنید. یعنی چیکه ورمی خوشرو کرد. بیاد خوشرو ورم کرد. ما بزرگوار تقسیم میکنیم. من روغن گرفتم. روغن که آسان‌تر یعنی چقدر خواهید کلانتر خواهید کلانتر، مایده‌تر خواهید مایده‌تر. من حوزی همیشه ترازوچه یعنی ویس میگیرم برای یک خیل آماده نشه. خیل جدا میکنیم. من از والچای 90 گرمی میگیرم برای آنکه 90 گرم بیاد یعنی نغز میبیاد سریدنی خوشرو میبیاد. همیشه اینطور یعنی ترازو کاره و می 1 گرم 2 گرم 3 گرمش به یکان رازنیسش نیه رالبش بازی نمیکند. اینطور کاره همیشه یعنی زوالچه میگیریم. همیشه زوالچه گرفته یک خیل میمانه تا دام میگیرد کمتر دیگه 10 دقیقه دیگه برای گشودن آسان شود. این بالشکه که البته همه میداند وقتی مکتبنده بسیار یعنی ما وقتی مکتبنده خریدم میخوردیم همش باید یک خیل شود با خوشرو میبید. شانزده دانه زوالچه شد. ما زوالچه میباشه سالفنگی باشته میمونیم کمتر ورم کند باید میکشیم. زوالچه ما یعنی ورم کرد ما روغن کرستاله و یعنی درازدخچه شکل میکشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشرو من یعنی درازدخچه شکل یک خیل میکشیم. درازدخچه شده ما یعنی داخلش روغن میکنیم. برای چی داخلش روغن میکنیم؟
برای یعنی بعد پختن کشودنش آسان شود. میتونید روغن هم نکنید، بعد پختن بریده میشه، لیکن بخواید روغن کنید که نغز میبرد من نمیتر همیشه یک خیل میکشوید. نگاه کنید نماز یعنی لیست بر روغن کردم، کاغذ نیست، پرگامنت بوماگه نیو روغن کرد اونا بولیشکه های میچینیم. بیاد آسان طرزی تهیه کنیش، عادی برای افطار نغز ملایمت، آدمای کلانسال با نغز بولیشکی ملایم میتر همیشه کشوده لیست به میچینیم. من دوتا لیست به یعنی 8 دانگی چینده و اینا با مدتی 20 دقیقه یعنی باشه سلافان قطعی پشت میمونیم شروع و رم کرده یعنی پدیام تیاد بعد پخته میگیریم. پدیام بولیشکه ما چقدر شروع شد ما کمی یک دانه یعنی زردی تخم مایه و شروع میمولیم بالی همین بولیشکه ها با شروع تخم کنیم. هوای دستم که معلوم که یعنی سخت مالیم پدیامی برداشتگیش از نب یعنی نشیند. برای همین هوای دستم که ما میمالیم شروع دوتا لیست شروع تخم کردن با مدت 20-25 دقیقه 200 درجه تفتان و ما میگذاریم. چگونه میبینید بولیشکای ما هم پخت. نگاه کنید چه رنگش شروع آمد. انا پشتاش ببینید چه شروع آمد. انا روغن کردن اما با بی آزار گشوده میشن. انا ما کنیم بولیشکای یعنی نگاه داریم. میتونید همین یگان پدناس یا که بالای стол با دسترخوانی پختگی گرفته مانیدگر بیاد نغزینه تگش تر شده نم شده عرق کرده فعلا نمیشه تر نمیشه. برای گرفتم یعنی دسترخوان با نه ما میکشویم ولی نه اونقدر خنک شدگی ما همیشه یا برای میکشویم. نگاه کنید قطعش بر روغن مالیم کشودنش چخیل نغز همیشه اینطور ما یعنی میکشویم. نگاه کنید چه ملایمت پدیماش از نب میباده باید زیر کنید. ما تیار شد یعنی مسله و ملکای خودش تنها ملکایو یعنی مسله یاد زدن 350 گرم اینجا مسله بود 150 گرم یعنی سوگوشانه ملکا. اگر شیرینی دوست دارید بسیارتر همراه کنید. میتونید زورنای کرم هم همراه کرد یعنی پخته داخلش به همراه کنیدم میشه. از اینجا به سوال میبود که برای چی کرم تیار کردن میشه ویدیو نکردید. راست که تلفن فرزندانده بود و دلیل شده است. این یکان جای قیمتش نه مسله ملکای من تنها بعد زدم. من این بود کریمی مایونی درونی بولیشکه با بولیشکه کریم میکنه. من نگاه کنید بولیشکه ما یعنی پخته با این استاد است بیاد نغز خنک شدگی ما کو قوتش با کریم میکنیم. کریم هم یعنی با خواهش خود بسیارتر خواهید بسیارتر کمتر خواهید کمتر خیلی خود نه اونقدر بسیار مالیم که خیلی دیله نگیرد از سبی مسله و ملکا بودنش کمتر میمالیم. من موقع میمونم یعنی من کو لبشم یعنی کریم میکنیم برای کراشکه کردن. لبی یعنی بولیشکه مویم من کریم میکنیم من نمیتر کریم من یعنی ارخیسی کوفته شده. میتونید شما یعنی یگان کراشکه استفاده برید. دوستی خیلی نمود پیچینی هایی یعنی خشکه کوفته لباش به پاشید یا که یک دمی بولیشکه مایده کرده جای سفیدیشه لباش به مالید یعنی کراشکه کنیده میشه. اصلا من با خوش رو آمدنش من اهمی میکنم. من نگاه کنید چه خوش رو آمد من نمیتر من همیشه اهمین یعنی ارخیس میکنم. من نمودی بولیشکی ما همینطور یعنی کریم کرده من ارخیز زدیم. نگاه کنید با نمودش خیلی زیبا آمد بیاد ملایمت برای افطار عجایبات یعنی شرط نکیش ما همه ارخیز کنید میتونید خیلی کراشکه پاشید. ببینید بولیشکای ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش خیلی زیبا آمد. ما که در نشش کستم بینیم در اوناش چه خیلی آمده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم نمودش بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید چه خمیراش سفید خوش آمدگی من داخل بولیشکای ما
ویدیو میشه. ببینید چقدر جای با این کمتر است کریماشه خودش به میگیرد. من یکی سرازه شکستمونه. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، подписаться کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه دوستان. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.